به نام خداوند و عرض سلام بینندگان ارجمند کانال خبری بودان نیوز و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان در 90 ثانیه خبر با من مهدی جعفری خوش آمدید. انتقاد حکمتیار از تحمیل پرچم حزبی در کشور. رهبر حزب اسلامی میگوید پرچم ملی باید نماد همه مردم باشد و توسط خود آنها انتخاب شود. پشتیبانی دونالد ترامپ از همکاران پیشین افغان با آمریکا. ترامپ میگوید از افغانهایی که در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند حمایت خواهند کرد. ما و کسانی که واقعا خدمت کردند رسیدگی خواهیم کرد، کسانی که وظیفه سپرده شده را درست انجام دادند. آغاز 2 پروژه برق خورشیدی در محمد آقای لوگر با ظرفیت 40 میگاوات. معاون اقتصادی رئیس الوزراء بر مدیریت آب و بهره برداری از عام در تولید برق تاکید کرد. ثبت نام بیش از 15,000 متقاضی کار در قطر. از این میان تنها 3,100 تن انتخاب خواهند شد. افزایش چشمگیر واردات و صادرات با پاکستان. رشد 38.6% نسبت به سال گذشته. اتاق مشترک تجارت میگوید باز بودن گذرگاه‌ها عامل اصلی افزایش بوده است. و در اخیر هم هشدار رسمی از وقوع قحطی در نوار غزه. دست کم 154 تن بر اثر گرسنگی جان باختند. بحران انسانی رو به گسترش است.